سلام. سلام، چطوری اهورا؟ خیلی مخلصم. خوبی کیوش جان؟ اوضاع خوبه؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. بریم؟ بریم. چه هوای ابری خوبی. سلام خوبه. اگه خواستی دیوایست توی داشبورد باز پرو تکنولوژی آدیو 360 با شبیه سازی صدای سوراند نتیجه بی‌نظیر صدای فراگیر رو امکان پذیر میکنه. و البته این سیستم خیلی هوشمنده و حتی با حرکت سر به اطراف تغییرات رو متوجه میشه و دوباره با تنظیم صدا شما رو در مرکز نگه میداره. صدا محیط رو میشنوم، یعنی میکروفونش کار. همچنین سیستم اسپیکر دوگانه شامل ووفر برای صداهای بم و یک توییتر برای صداهای زیر نیاز شما رو برای شنیدن همه نوع سبک موسیقی برطرف میکنه. البته چینش دو بلندگو در یک فضای کوچیک نیاز به تکنولوژی خاص خودشه که به لطف تکنولوژی SIP این امکان در بادز پرو فراهم شده. این الان امبینت ساوند والوم رو اکسترا هایه و من صداها رو حتی یک کمی اغراق شده میشنوم. دقیقاً. این برای جای ساکته، مثلا تو کتابخونه سر کاری میخوای جا صدا مثلا کمه، میخوای تا حدودی صدای اطراف داشته باشی و کارت هم بتونی انجام بدی. آها. بعد وقتی کمش میکنی خیلی کمتر شد. دقیقاً جای شلوغ برای جای شلوغ. آره اذیت میکنه اگر های باشه. بعد این چیه؟ اکتیو نویز کنسلینگ. اکتیو نویز کنسلینگ همونیه که بگم صدا من دیگه نداری. چی؟ اوه چیز شد. این قابلیت چیزش اومد. دقیقاً همون صحبت میکنی. خودش تشخیص میده داری صحبت وایس میکنی. دتکتش آره. و اما سیستم نویز کنسلینگ هوشمند زمانی که شما به موسیقی دلخواهتون گوش میدید ولی نیاز به مکالمه با افراد پیدا میکنید، بادز پرو به کمک میکروفون خارجی و شتاب سنج حرکت فک و صدای شما رو تشخیص میده و با خاموش کردن نویز کنسلینگ، روشن کردن صدای محیط و البته کم کردن صدای آهنگ این امکان رو فراهم میکنه. جالب اینجاست که پس از مدت کوتاهی از اتمام مکالمه همه تنظیمات به حالت پیش‌فرض جذابه. احساس کردم یه لحظه تو استودیو خودمم میکروفون و هدفونم هم جلومه. کیوش یه سوالی، این وضعیتش چطوریه؟ مثلا میخوای یهو یادت میاد میخوای بری بیرون، بعد اینم باید همراهت باشه. دقیقاً این مشکل منم هست. مثلا فرض کن که صبح پا شدی میخوای بری بدوی، بعد میبینی که ای وای مثلا شارژ نداره، بعد چیکار کنم؟ این خوبیش همینه که الان تو صبح که بیدار میشی میبینی اصلا شارژ اینو نداره، یا با کاپ میزنی یا میذاری رو گوشیت که پاور شیر گوشیت شارژش بکنه. تو این تایمی که داری لباس میپوشی، حالا اون 5 دقیقه‌ای که آره هست دقیقاً همون 5 دقیقه حیاتیه. شارژ که میشه میتونی تا نیم ساعت ازش استفاده کنی. حالا اگه بری چای چیزی هم بخوری بشه 10 دقیقه تا 1 ساعت به سرویس. تا 1 ساعت که میتونی کارتو بکنی تا برگردی حالا خونه. بعد فول آپشن فعال، تمام نویز کنسلینگ اینا همه فعال. خیلی از ولاگرها و تولید کننده های محتوا فرقی نمیکنه کارشون عکس باشه یا ویدیو. خیلی از محتواهاشون رو با گوشی موبایل تولید میکنن و به نظر من خیلی تصمیم منطقیه. چرا که اولا خیلی خروجی سریع بیرون میاد، دوما خیلی خروجی با کیفیته. به عنوان مثال اگر بخوای گاهی همین محتوا رو با کامپیوتر خروجی بگیری، 1 مهارت زیادی میخواد، 2 گفتم زمان زیادی میبره. به عنوان مثال من خودم امروز میخوام یه محتوا رو با همین گوشی ضبط کنم، با همین گوشی ادیت بکنم و مراحل ادیتم با شما به اشتراک میذارم. سلام، شبانه روزتون بخیر باشه. اهورا نیازی هستم. امروز میخوام در مورد گوگل و خدمات ویژه اون صحبت کنم. فکر میکنم اولین چیزی که با نام گوگل یادمون میاد موتور جستجوگرشه. یکی دیگه از اپ‌هایی که این روزها خیلی کار آمده، اپ گوگل دیوه. یه اپ تماس تصویری که در عین سادگی خیلی هم کار آمده. الان همه امکاناتش رو با هم مرور میکنیم. اسمارت تگ رو من تنظیم کردم که با یک بار ضربه تلویزیون رو روشن کنه. تلویزیون رو روشن میکنم. حالا تصویر گوشیمو به تلویزیون انتقال میدم. خیلی خوب. حالا که به تلویزیون وصل شدم، وقتشه با اپلیکیشن گوگل دیو به کیاوش زنگ بزنیم. چطوری اپلیکیشن رو بیاریم بالا؟ کافیه رو فون ضربه بزنیم، کانتکتمون رو انتخاب کنیم، رو آیکان گوگل دیو ضربه بزنیم. خیلی خوب. گوشی رو میچرخونم.
سلام کیاوش. سلام اهورا جان، چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشی. کیاوش، دارم با این گوشی یه محتوا ضبط میکنم و دارم آموزش میدم که گوگل دیو چه امکانات جالبی داره. دوربینی هم که باهاش صحبت میکنم اونجاست. اگر روم رفت به اونور تعجب نکنی. خیلی خوب. اولین امکانی که میخوام در موردش صحبت بکنم AR اموجیه. شما تو AR اموجی میتونید یک کدوم از این شکلک‌های بامزه‌ای که میبینین رو انتخاب بکنید. سلام. خیلی هم بهت میاد. خیلی خوب. عالیه. امکان بعدی قابلیت پورتریته. همونطور که میبینین پشت سر من با هوش مصنوعی شناسایی میشه، از بک‌گراند جدا میشه و بلور میشه. میرم قابلیت بعدی. قابلیت مورد علاقه منه. اسمش چیه؟ آتو فریمینگ. من گوشی رو یکم عقب میگیرم و فعالش میکنم. آتو فریمینگ به شما این امکان رو میده هر چقدر از دوربین دور بشین، دوربین چهره شما رو تشخیص میده و چهرهتون رو ترک میکنه به اصطلاح. ببینید من اگر بیام اینور دوربین میاد، من اگر بیام اینور دوربین میاد. من اگر به دوربینم نزدیک بشم برمیگرده عقب، اگر ازش دور بشم زومین میکنه رو به داخل. امکان فوق العاده ایه. کمکتون میکنه اگر در حین ویدیو کنفرانس کمی نسبت به دوربین جابجا شدید، خواستید وسیله بیارین، حرکت بکنین، از قاب خارج نشین. مرسی کیاوش، بیشتر از این وقتتو نمیگیرم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خیلی خوشحال شدم. خدافظ. صفحه نمایش قسمت از گوشیه که بیشترین تعامل رو باهاش داریم. یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در تجربه کار با صفحه نمایش‌ها نرخ بروز رسانی یا همون ریفرش ریت هستش. در صفحه نمایش داینامیک امولد 2X نرخ بروز رسانی به صورت پویاست، یعنی گوشی به صورت هوشمند با توجه به اپلیکیشنی که استفاده می‌کنین بین بازه 10 تا 120 هرتز نرخ بروز رسانی رو تنظیم می‌کنه تا تجربه تصاویر نرم و روون‌تر در کنار مصرف بهینه‌تر باتری رو داشته باشید. البته همونقدر که کیفیت، میزان روشنایی، کنتراست تصویر و البته نرخ بازسازی برامون مهمه، سلامت چشممون هم اهمیت داره. با قابلیت آی کامفورت شیلد و یا محافظ چشم، گوشی به صورت هوشمند و پویا با توجه به ساعت روز، میزان گرمی صفحه نمایش رو تغییر میده تا از خستگی چشم جلوگیری بشه. امکان بعدی قابلیت دایرکتورز ویو. یه امکان فوق العاده برای ویلاگرا و اونایی که همیشه اهل سفرن. تصویر پرو ویدیومو قطع میکنم، به بخش مور میرم، روی دایرکتورز ویو ضربه میزنم. خب شما اینجا چی میبینید؟ شما میتونین همزمان تصویر سلفیتون رو بگیرین یا یک کدوم از تصاویر دوربین اصلی که شامل دوربین خیلی عریض، دوربین اصلی و دوربین تله میشه. حالا اگر روی این بخش ضربه بزنین، تصویر رو میتونید به صورت نصفه یا اسپلیت اسکرین ببینید، یعنی همزمان دوربین سلفی، همزمان یک کدوم از دوربین ها یا تصویر در تصویر. خیلی امکان جذابیه. برای اولین بار در سری S، SP1 اولترا از قلم هوشمند پشتیبانی میکنه تا با استفاده از اون بتونیم به راحتی یادداشت برداری کنید، طراحی کنید و حتی در ادیت کردن فیلم هاتون ازش استفاده کنید. برنامه پنتاستیک طراحی شده تا بتونین قلم رو با توجه به سلیقه خودتون شخصی سازی کنید. مثلا نحوه نمایش ایر کامند رو تغییر بدین، شکل و اندازه نشانگر رو تغییر بدید و یا حتی برای تعامل گوشی با قلم یه شورتکات در نظر بگیرید. و در پایان امروز با استفاده از گجت‌های سامسونگ یه محتوا تونستم درست بکنم در مورد گوگل و خدمات ویژه اون. من به عنوان یه تولید کننده محتوای ویدیویی که چند ساله تخصصاً تو زمینه تکنولوژی دارم ویدیو تولید میکنم، همیشه همه کارامو با کامپیوتر انجام دادم. کامپیوتر میدونیم گرونه، مهارت خیلی زیادی میخواد و هوش مصنوعی تو نرم افزاراش خیلی کمه. اما به جرئت دارم میگم امروز بعد از پایان یک روز کاری میتونم اینو ببینم که گوشی‌های موبایل دارن مسیری رو میرن که حتی یک تولید حرفه‌ای هم همه نیازهاش با گوشی موبایل انجام بشه. خوشحالم از مسیری که داره میره و دوست دارم ببینم تا چند سال دیگه چه امکاناتی به گوشی‌های موبایل اضافه میشه. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه بنده بودید. ارادتمند شما، اهورا نیست.